از بی خانمانی و چوپانی تا مهار پنالتی رونالدو. ایشون رو که خوب یادتونه، همون کسی که تو جام جهانی 2018 روسیه پنالتی آقای کریس رو در عین ناباوری مهار کرد. به رونالدو میزنه ضربه رو میگیره بیرانوند. ولی تنها تواناییش مهار کردن پنالتی کریس رونالدو نیست، بلکه توانایی‌های بیشتری هم داره. بریم سر اصل مطلب. قراره توی این ویدیو ثروت و دارایی علیرضا بیرانوند رو بهت نشون بدم که از فقر مطلق به ثروت هنگفتی رسیده. ولی نکته مهم و باور نکردنی که توی این ویدیو قراره در مورد خانواده بیرانوند بدونی توی انتهای ویدیو است. اگه میخوای اون رو بدونی، پس تا انتهای این ویدیو همراه من باش. از پرتاب آجر تا پرتاب توپ فوتبال، علیرضا بیرانوند چطور از زندگی عشایری به قله موفقیت رسید. شناسنامه‌اش میگوید در سال 1371 متولد شده. او زندگی بسیار سخت و فقیرانه‌ای داشته. خانواده عشایر بودند و او به عنوان پسر ارشد خانواده در چوپانی به خانواده کمک می‌کرده است. در یکی از مصاحبه‌هایش در خصوص زندگیش میگوید من در شرایط سختی بزرگ شدم. در روستاهای لرستان بودیم و تنها شهری که میشناختم خرم‌آباد بود. پدر من چوپان بود. او به شهر میرفت و مقادیر زیادی شیر و پنیر از 12 گوسفندی که داشتیم میفروخت. ما در فقر شدیدی زندگی می‌کردیم. هم من و هم خواهرام و هم خانواده‌ام غذای خیلی خوبی مصرف نمی‌کردیم. علیرضا بیرانوند 15 سالش بود که از خونه فرار کرد و به تهران اومد و ورود به تهران همانا و سرآغاز رنج و موفقیت توامان همانا. خب تا اینجا چکیده‌ای از زندگی سخت و فقیرانه بیرانوند گفتیم. حالا می‌خوایم بریم سراغ جای خوب داستان. ولی قبلش این ویدیو رو لطفاً لایک کنید. آقا یه لایک بده. آقا یه لایک بده. خب حالا دیگه بیرانوند موفق و ثروتمند شده و میخوایم در مورد ثروت و داراییش واسهتون بگیم. اول از مبلغ درآمدش شروع میکنیم. بر همین اساس دستمزد بیرانوند برای فصل 1402 تا 1403 رقم 15 میلیارد و 900 میلیون تومان ثبت شده که این رقم برای فصل 1403 تا 1404 به 19 میلیارد و 875 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. واقعا علیرضا بیرانوند در سایت ترانسفر مارکت ارزش خیلی زیادی داره و گرانترین بازیکن پرسپولیس محسوب میشه و این سایت بیرانوند رو 1,800,000 یورو ارزش گذاری کرده که با قیمت روز یورو حدود 230 میلیارد تومان میشه. بریم سراغ باغ ویلای علیرضا بیرانوند که مساحتش 2500 متر مربع و در شهر کرج در شهرک تیسفون شهریار واقع شده که اکثر مالکان این منطقه افراد رده بالای مملکتی هستند. در واقع تیسفون یک شهرک ویلای لاکچری و مدرن به حساب میاد. این ویلای آقای بیرانوند یک ویلای تریپلکس شامل 3 طبقه به صورت همکف، اول و شاهنشین طراحی شده که این ویلا ارزشی بالای 100 میلیارد داره. حالا شما بگید ببینم از طرفدارای علیرضا بیرانوند هستین یا نه؟ کامنت کنید. و اما ماشین علیرضا بیرانوند، او چندین ماشین داره که پورشه ماکان به ارزش 200,000 دلار یا به عبارت 14 میلیارد تومان یکی از ماشین‌های اونه. یکی دیگه از خودروهای بیرانوند لکسوس NX هست که یک کراس اوور کامپکت لوکس است که نخستین بار تو سال 2014 به عنوان یک محصول جدید معرفی شد و قیمتی نزدیک به 10 میلیارد داره. خب حالا واسه اینکه ویدیو کسل کننده نشه بریم یکم از رقص بیرانوند تو عروسی خواهرش رو ببینیم. البته ناگفته نمونه که ایشون هم اکرم بانو هستن، همسرشون. البته یه قبل و بعد ازش ببینیم جالبه. اینم کلیپ زیرو شدن اکرم بانو خدمت شما. خوشگله. خب بگذریم از حواشی. واقعا این جمله صحت داره که یکی تو فضای مجازی گفت ما زشت نیستیم، ما فقط پولدار نیستیم. اینه دیگه، تغییر، اونم فقط با یک کاغذ اسکناس. در چه حدی؟ در حد تیم ملی. پس نتیجه میگیریم که پول درمان خیلی از مسائل، از جمله داشتن چهره و استایل زیبا. عجب چیزی گفتی. حالا ایشون کیه؟ دختر خانومشون. بیرانوند یه دختر و یه پسر به نامهای بارنا و تاها داره و اینم تولد دخترشه. توی عرشه قایق لاکچری تو کیش برگزار شده که به شدت تو فضای مجازی هم سر و صدا به پا کرد. ولی در کل ثروت و پولشون نوش جونشون، چون حتما برای این موفقیت تلاش کردن تا به اینجا رسیدن. اینم از ویدیو علیرضا بیرانوند. پیشنهاد میکنم ویدیو دو اعجوبه فوتبال ایران، علی دایی و علی کریمی رو هم حتما ببین و در پایان کانال رو هم حتما سابسکرایب کن.